بله واقعا هم صحنه جالب بود از سوار پاییش با خاموشی بیان نساده حالا میگذاریم بشند سریال محفل زیبای ظریفان این تبریک است استفادگی هم تسهیل بکن را سلام گویم با فرزندان توجیه با صلح و وحدت و اقبال توجیه سلام گویم که ما توجیه زبانه سلامی قلب خود را میرسانه سلام و درود پر از صمیمیت برای شما هواداران برنامه تلویزیونی استعداد در تاجیکستان تماشابینان گرامی ایستاده‌هایی که جوانان شهر باختر به ما و شما نشان می‌دهد این همش با دستگیری‌های ما و شما است و می‌توانید با SMS پیام‌ها آنها را به دور دوم گذرانید فرهنگ آینه است که به پهلوهای زندگی عکس می‌یابد از تاجیک دختر به سن و سال خودش نگاه نکرده با نوازش روبا دل همه تماشابینانش را به وجد می‌آورد آن را روی صحنه بخوانید در کشور بحر انجمن آروی امروی بخط روی دنیای امروز تو گل بسر زی استقلال است این موجی که من تو صاحب فردایی تماشابینان عزیز جوان دختران که با نوازش دوتار خیلی رویت صحنه دعوت می‌نمایید سرجم به خاک این وطن گردیده بگذشت فریب انجمن گردیده از سرپده وحدت و استقلال ما صاحب خاک و این وطن گردیده دوستان عزیز جوان دختر را که با آوازهای خوب دارد آن را روی
جان فدا میکنه وطن هر چی که گوید ادا میکنه. دوستان عزیز با کفکوبی های زیرین یک دوست با نوازهای خیز تشکر زیاد و شما در جاده صنعت برباری را تمنا دارید. آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آب فیضبار است. دوستان عزیز برای صحنه میخوانیم سمنده را که با نوازش‌های خوب و جذاب همه شما را به حیرت میگذارد. تشکر زیاد. از تاجیک دختر پرسیدم که تو چرا اینقدر صورتهای نگاره خوب برای دوست می‌پسندی؟ وای به من در جواب گفت سرود او را چقدر دوست می‌دارم که همه آنها را از خود نمودم. و دوستان گرامی حالا با سر و با کفکوبی‌های زیرین برای صحنه می‌خوانیم. وقتی جدا گردیده ما با آخر رسید. خیر تا برنامه‌های آینده. دوستان عزتمند داخل شما یک کفری رسته لیبکن بودیم. حالا از یکمان به این بخش با گذاری می‌سازم. مرحبا.